انگولار جی اس 2 پوشه فایل‌های تمرینی نداره. اما من براتون توی گیت هاب یه جایی رو درست کردم که شامل تمام فایل‌های مورد نیاز تو این دوره آموزشیه. اگر دوست دارید که تمام مراحل پیچیده نصب رو طی کنید، میتونید به محیط تمرینی ما برید که تمام چیزها رو برای شما آماده کردم. اما اگر میخواید که روی دستگاه خودتون همه چیز رو نصب کنید، لازمه که با گیت و گیت هاب و نصب ماژول‌های npm آشنا بشید. چند تا درس هستش که شما رو با اینا آشنا میکنه که شامل آشنایی با npm ها و آشنایی با گیت و گیت هاب. پس توصیه میکنم قبل از شروع این دوره اونا رو یه نگاهی بندازید. خب اگر میخواید node.js و گیت رو نصب کنید، باید به این وبسایت برید که در اونجا میتونید فایل مربوط به پلتفرم خودتون رو بگیرید. نصب ساده‌ای داره. کافیه روی لینک کلیک کنید و مراحل نصب رو طی کنید. همچنین نصب گیت روی PC خیلی کارایی داره، چون به شما پوسته‌ای میده مشابه به پوسته یونیکس که به اسم گیت بش هستش. حالا میتونید به وبسایت node.js برید و مراحل نصب رو طی کنید. وقتی اینا رو انجام دادید، لازمه که تایپ اسکریپت رو نصب کنید. برای این کار کافیه روی این لینک دانلود کلیک کنید و به شما اسکریپتی میده که باید اون رو در ترمینال اپلیکیشن یا گیت بش توی PC وارد کنید. پس اینو کپی میکنم و به ترمینال میرم و اونجا پیستش میکنم. توی سیستم عامل مک احتمالاً چند تا ارور میبینید که مربوط به دسترسی ادمین شماست. اگر اینا رو دیدید کافیه از دستور سودو طبق تصویر استفاده کنید و بعد لازمه که پسوردتون رو وارد کنید. همچنین لازمه یک نسخه از Gulp.js رو هم نصب کنید تا بتونید مثالهای این دوره رو اجرا کنید. پس روی Try It Now کلیک میکنم و این رشته یا دستوری که در اینجا میبینید رو توی ترمینال خودتون تایپ کنید. پس کپیش میکنم و اینجا پیستش میکنم و قبل از دستور سودو استفاده میکنم. برای اینکه فایلای این دوره رو بگیرم، یک صفحه ویژه گیت هاب برای شما آماده کردم که همه چیز لازم برای این دوره رو درونش داره. کاری که باید بکنید اینه که این لینک رو کپی کنید. به ترمینال برمیگردم و چون تمام شاخه‌های اون رو میخوام، لازمه که چند تا دستور مختلف رو اینجا وارد کنم. خب اول لازمه که توی دسکتاپ باشم. پس cd _desktop و بعد به دایرکتوری انگولار 2 میرم. بعد وارد دایرکتوری میشم. بعد دستور git clone 2 تا دش و بیر رو می نویسم و بعد آدرس لینک صفحه گیت هاب رو اینجا پیست میکنم و در آخرش .git رو بهش اضافه میکنم. این یه نسخه از منبعمون توی گیت. وقتی کامل شد دستور git config 2 تا دش bool core .bear false رو وارد میکنم. این دستور ریپوزیتوری بیر رو به یک ریپوزیتوری نرمال سویچ میده. بعد دستور git reset 2 تا دش hard رو می نویسم. حالا می بینید که اگر دستور git branch رو بنویسم تمام برنچ های این ریپوزیتوری رو خواهم داشت. چیزی که باید در نظر داشته باشید اینه که همه برنچ های من به روش خاصی نامگذاری شدن. مثلا اگر برنچی به اسم 0202 رو دیدین، به این معنیه که برنچ از فصل دوم و قسمت دومه و عبارت B یعنی نسخه ابتدایی فایل وقتی که تازه فیلم رو شروع کردیم، که البته ای هم یعنی فایلی که در پایان فیلم خواهیم داشت. میتونید همه برنچ های این دوره رو با دستور git checkout و بعد نام اون قسمت ببینید. دقیقاً طبق تصویر باید باشه. همواره میتونید به صفحه اصلی برگردید با دستور git checkout master. قبل از هر کار دیگه مطمئن بشید که دستور نصب npm رو بنویسید. این دستور همه موارد مورد نیاز این پروژه رو نصب میکنه که البته یه دستور سودو برای اینکه اجازه دسترسی به پراپرتی هام رو بده در ابتدای این خط لازم دارم. وقتی همش نصب شد میخوام یه دستور گلپ اجرا کنم که انیمیشن های این پروژه رو بیارم. خب الان باید پروژه تمام شده باشه و کامل روی صفحه بیارم. قراره که هر ویدیو رو با یک کپی از پوشه داخل ویرایشگر متنم شروع کنم. من از ویرایشگر اتم استفاده میکنم. اما شما از هر ویرایشگری که خواستید میتونید استفاده کنید.